حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. اون انسانی که همیشه میگه موکول میکنه به روزهای آینده، موکول میکنه به سالهای بعد، میگه حالا سنم به 50 60 رسید میرم حج، اون وقت قرآن یاد میگیرم، اون وقت نماز میخونم، حالا فعلا جوونم بذار. حالا چه دختر چه پسر جوان وقتی بهش گفتی میشه حجاب شرعی به تن بکن به اون دختر جوان، میگه حالا من فعلا جوونم، اگر این الان حجاب به تن بکنم به من میگن تو خیلی پیر شدی، خیلی متحجر و عقب مونده شدی، پس این میذارم برای سن 50 60 سالگی که پیر شدم اون وقت حجاب سر میکنم. یا اون فرزند پسرش همونطور وقتی مثلا بحث عبادت پیش میاد، تلاوت قرآن اینا پیش میاد، من با این عقب موندگی که تو دیگه الان بخوای تو سن جوونی بری مسجد، تو سن جوونی بری قرآن بخونی، مگه دیوانه شدی؟ عقلت از دست دادی؟ خیلی‌ها به هم دیگه اینو میگن. ببین چقدر میگه متحجر شده، الان داره قرآن میخونه، سنش 20 سال 22 سال داره قرآن میخونه. نه خیر، در همین سن شروع کنیم به قرآن خوندن، به عبادت. عبادت و قرآن خوندن هیچ تعارضی با مرتب بودن، با شیک پوش بودن، با مدرن بودن، با مخترع بودن، با مبدع بودن، با جوون بودن نداره. برعکس اینها تقویت میده یک انسان رو، ذهن انسان رو تصفیه میده، تسکین میده، آروم میکنه. به همین خاطر این انسان میگه عادتش اینه که به آینده موکول میکنه. زمانی که مرگش میرسه، آیه رو با هم دیگه میبینیم، زمانی که مرگش میرسه میگه رب ارجعون، خدایا منو بازگردون، رب ارجعون، منو بازگردون تا چیکار کنم خدایا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تا اون عمل صالح، اون روزه رمضانی که من میتونستم بگیرم و نگرفتم به بهانه‌های مختلف، گفتم هوا گرمه، کار من یه طوری که من نمیتونم روزه بگیرم، قرآنم گفتم ما فعلا حال و حوصله‌اش نداریم، آقا خوابمون میاد، خسته هستیم، الان ماه رمضان موسیقی کار و تجارت اوج گرفته، بازرگانی اوج گرفته، الان دیگه نمیشه قرآن خوند. زمانی که مرگش فرا میرسه میگه لعلی عمل صالح فیما ترک، خدایا به من مهلت بده تا اون عمل صالحی که من ترک کردم رو الان انجام بدم. خدا بهش جواب میده کلا، نمیفرماید نه، میفرماید کلا، هرگز چون این نیست، انها کلمه هو قائلها، این سخنی که خودش میگه، خودش این درخواست رو میکنه، حالا معلوم نیست کسی به حرفش گوش بده گوش نده، یک سخن چرت بی اساسیه و هیچ تأثیری، هیچ کسی به حرفش رو نمیشنوه. و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، جلو رویش در واقع من ورائهم یعنی پشت سر، اما در واقع معنای سیاق جمله اینه که جلو روش، یعنی الان مقابلش برزخی قرار گرفته که تا روز قیامت در اون برزخ میمونه. فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، زمانی که در سور دمیده میشه اون وقت دیگر هیچ اصل و نسبی در نظر گرفته نمیشه. بله فلانی سید هست، فلانی آقازاده است، آقا تشریف برید خط ویژه آقازاده ها، فلانی سیده، او بفرمایید آقای سید شما دیگه که حساب کتاب نیست، بفرمایید بهشت. یا فلانی شیخ زاده است، فلانی پسر مرجع تقلیده، فلانی آقازاده. نخیر، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یا فاطمه بنت محمد سلینی من مالی ما شئتی فانی لا اغنی عنک من الله شیئا، ای محمد، ای فاطمه دختر محمد، هر چه از مال من، ثروت و دارایی من میخوای بخواه تا بهت بدم، ولی یادت باشه من نزد خدا برات نمیتونم کاری بکنم. نه اینکه فکر کنی که چون دختر پیامبری پس دیگه ویژه هست، یا به زعم آخوندها چون امامان اسپرم مقدس امام بودن اتوماتیک شدن امام، متولد شده امام. چه کاری انجام داده به امامت رسیده؟ هیچ. چون پدرش، فضل پدرش سبب شده ایشون امام بشه. در دین اسلام منفور، رد مطلقاً، به خاطر پدر و پسری کسی فضل گیرش نمیاد. شما برید نگاه کنید امامان، بله امامان همه اهل علم، فاضل، بزرگوار، در واقع با تقوا بودن، بحث این نیست، اما امامان کدوم یکی از این امامان به زعم آخوندها با کار و کسب خودشون به امامت رسیدن؟ هست؟ نیست. هیچ کدوم با کار و کسب خودشون به امامت نرسیدن. خدا اینطوری خواست، چون اسپرم امام در اسپرم اول امام بود، پسر اول امام بود، شد آقا امام شد. دلیل نمیخواد، دلیل پارتی بازی، قانون جنگل شاخدم داره، چون بچه شیر تموم شد رفت شیر میشه. والعیاذ بالله. بینندگان عزیز، در اسلام این نیست، در قرآن این نیست، پیامبر خدا این نفرموده.
مطلقاً پسر پیامبر باشی که باشی برای خودتی، دختر پیامبر هستی خب باشی برای خودتی. چه عملی انجام دادی؟ پدر پیامبر ابراهیم آزر کافر مشرک از دنیا رفت. عموی پیامبر ابو طالب ابو لهب با کفر از دنیا رفت. پسر پیامبر نوح با کفر از دنیا رفت. پارتی بازی نیست. بله چون پسر بزرگ امام شد پس شد امام. و این انحرافه. فلا انساب بینهم. اصل و نسب در نزد خدا هیچ ارزش نداره زمانی که ایمان نباشه. آیه رو میبینیم هم دیگه. فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. اصلا مورد سوال هم قرار نمیگیرن که آقا تو پسر کی هستی؟ پسر هر کی باشی.